سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. به خیاطی جواد رضایی خوش آمدین. امشب میخوایم یک پرندتنبان افغانی برای کسانی که در خیاطی مشکل دارد، در خیاطی لباس های افغانی آغاز میکنیم که گویش یک پیرن افغانی چطور میشه و تنبان نیمه گیری. میخوایم از پیراهن شروع کنیم. اول از همه که است قد پیراهن رو میگیریم 107، برای دامن گل 109 میگیریم. 109 که گرفتیم، بعد از این طرف هم 109 میگیریم. همچنان پایین هم گونی ها میکنیم به خاطری که کجراست نه. دیگه میگیریم از شانه که است اندازهش 40 است، تقسیم 2 میکنیم 20 میشه. 1 سانت حق دوخت اضافه میکنیم 20 تا 21 میگیریم به خاطری که 1 سانت حق دوخت. بعد از اون جای آستین میگیریم، جای آستین هم بعد از اون میگیریم بعد از اون تنبان نیمگی که است در کل یک بری رخت زده میشه که تقریبا 28 اینچ میشه و وسط تنبان که است میگیریم 21 به خاطر که نفر سفارش داده که کم شلوارش وسطش پایین تر باشه. بعد از زی آهن استفاده میکنیم همینطور. خب یه کم گل میکنیم، زیاد نیم، به خاطر که یک کم
همونش کمانتر بیه. از اینجا شروع میکنیم هم تو قیچی را نزدیک بیه دیگه. کم شیبدار میزنیم به خاطر که بالا قد میشه دیگه. ایرم همچنان که گفته بودم هفتی میزنیم. اینجا سر بستنی چرت میزنیم دیگه. اینجا هم چرت میزنیم به خاطر که وقتی که این لباس کار میکنه این در وسط شانه‌پیچی میفته. اگر حدس شما درست باشه که برابر باشه نی. خب بعد از او میاییم سر شانه‌پیچی را دست زیاد است از اینجا میگیریم. خب طوری که گفتیم لب رخت میکشیم. رخت کشیدیم. خب اندازه شانه را چند گرفته بودیم؟ 21. اندازه شانه را 21 گرفته بودیم. 1 سانت حق دوخت در شانه‌پیچی هم 1 سانت حق دوخت اضافه میکنیم. خب 4 اینچ که از این طرف شانه‌پیچی میگیریم، وسط شانه‌پیچی را باز بلندیش میگیریم 5.5. بعضیا 6 میگیره ولی موضوعی که لباسی بچگانه است تقریبا 5.5 میگیریم. اینجا هم 4 میگیریم. این طرف و طرف یک رقم 4. باز اینجا 5.5 به خاطر که سر شانه کم
یعنی بلندتر است. دیگه یخن چند گرفته بودیم؟ یخن 5.5 در 6.5 گرفته بودیم. پایینش که نمیگیریم، امی ارزش میگیریم 5.5 اندازه یخن. یک بعضی خیاط ها هست که شانه پچه را طوری میزند که کم اضافه اینجا میانی، باز ما همطور کامل میگیریم به خاطر که برابر بیه. البته روشان متفاوته. بعد از دو اینچ که هستیم کم میگیریم، مانن میزنیم، یک چیز دیگه میزنیم به خاطر که با دامن پس برابر بیه. خب شانه پشه هم شد، خلاص میریم سر جیب. خب جیب که است برش که است 7 اینجا است، 7 تقسیم 2 میشه 3.5. طولش هم میگیریم 19. به خاطر که خب سریعتر بیه دیگه. از آدم های کلان 20 اینج میگیریم و از آدم های کوچکتر دیگه معمولی تره 19 اینج 18 اینج دیگه پایین تر هم تو کمش دیگه. جیب طوری بریش میکنید که از بالان که قاط شونه دوسط یک چرد میزنیم تو اینجا رو قاط میکنیم در وقت دو دیگه. هم شد خلاص. دوستای عزیز، قسمی که دیدین پرندنبان افغانی را به صورت خلاصه برایتان توضیح دادیم و همچنین بریش کردیم. و دوستایی که در کدام قسمت اگر مشکل داشتین کامنت بدهید و همچنین کانال ما رو دنبال کنید و زنگوله را بزنید و از ویدیوهای ما با خبر شوید و همچنین در قسمت های بعدی انشاءالله که یخن های متفاوت و همچنین دوخت لباس های افغانی را برایتان آموزش میدهیم و من الله توفیق دیگه. خداحافظ.